سلام، خیلی ممنونم که با من همراه هستید. میلاد هستم، دیولپر و متخصص ابزاری هوش مصنوعی. در این ویدیو میخوایم در مورد اتوماسیون کردن فرآیندها در مورد make.com یکم صحبت بکنیم و شروع کنیم به ساخت یک سناریوی خیلی کوچیک، البته کاربردی، ولی با رویکرد انجام سناریوی خیلی پیچیده‌تر. با من همراه باشید. خب بیایم در مورد سناریویی که میخوایم انجامش بدیم الان با make.com صحبت کنیم. بیاید در نظر بگیرید که یک فروشگاه اینترنتی داریم که میخوایم زمانی که یک سفارشی توی وبسایت ما ثبت میشه، فرض رو بر این میذاریم که بعد از اینکه سفارش ثبت شد یک ایمیلی هم برای ما ارسال میشه. تا اینجا کار درست. حالا ما میخوایم در بین ایمیل های مختلفی که دریافت میکنیم، اگر ایمیلی مرتبط با ثبت سفارش انجام شد، یعنی شما در نظر بگیرید درگاه بانکی شما یک از مشتریان شما رفت سفارش رو ثبت کرد، اومد و نهایتاً یک ایمیل بر شما اومد که در واقع شماره سفارش مثلا 12 با موفقیت انجام شد. ما میخوایم در واقع در make.com یک اتوماسیونی بسازیم که هر موقع ایمیلی دریافت کردیم که مرتبط بود با موضوعات پیمنتی یا مرتبط بود با موضوعات ثبت سفارشی، اون ایمیل رو به همراه متنی که در واقع اون ایمیل داره برای ما در تلگرام به ما اطلاع رسانی بکنه. یعنی کار خیلی ساده ولی بسیار پرکاربرد. شما ممکنه ایمیلاتون رو خب دیر به دیر بخواید چک بکنید، ممکنه هر یه ساعت بعد بخواید چک بکنید، ولی با این سیستم به محض اینکه یک ایمیل پرداخت در واقع موفق تو ایمیل شما دریافت میشه، سریعا پیغامش رو در تلگرامتون دریافت میکنید و میتونید اقدامات مختلفی رو انجام بدید. دیگه صحبت نمی‌کنم، سریعا با هم دیگه بریم روی مانیتور و با هم دیگه این سناریو بسیار جذاب پیاده سازی بکنیم. خب برای شروع وارد سایت make.com میشیم. اگر اکانت دارید که میتونید لاگین بکنید، اگر ندارید میتونید خب اکانتتون رو بسازید. نهایتا بعد از این دو مرحله وارد صفحه داشبوردتون میشید که یه سری تنظیمات مختلفی اینجا داره، یه سری آمار و گزارشات داره. من در ویدیو بعدی کاملا به شما توضیح میدم، ولی ما قراره یک سناریو بسازیم. خب این بالا روی دکمه create a new scenario کلیک میکنید و وارد صفحه ساخت سناریو میشیم. الان ما تو مرحله اول ما باید مشخص کنیم که اصطلاحاً تریگر ما کی قرار اتفاق بیفته. تریگر یعنی زمان و حالتی که یک اتفاقی میخواد بیفته که به واسطه اون یک اکشنی صورت بگیره. تریگر در کل به معنی ماشه چکوندنه، یعنی مثل حالا توی اصطلاحی که در واقع تریگر معنی که داره، توی تفنگ زمانی که ماشه رو میچکونیم و یه تیری در واقع شلیک میشه، تریگر در واقع همون ماشه تو در واقع یک تفنگه که میخوام بگم وقتی که این ماشه رو چکوندم یه تیری در واقع ارسال بکن، یک عملی رو انجام بده. خب تریگر ما در اینجا مثل در واقع ایمیل ما هست که میخوام بگیم اگر تو ایمیل ما یک ایمیلی دریافت کردی که بود در واقع برای پیمنت بود، این تریگر ما صورت گرفته، حالا بیا تو تلگرام برای ما ارسال بکن. من برای اینکه ایمیلمون رو بخوام چک بکنیم، خب باید بهش بگم که ایمیل من چه چیزی هست، یعنی جیمیل من رو میخوای چک کنی، آوتلوک من رو میخوای در واقع چک بکنی، یا ایمیل شرکت من رو میخوای در واقع تو بیای بررسی کنی. من برای اینکه خب مثال خیلی ساده‌تر باشه میخوام بگم من آوتلوک دارم، آوتلوک من رو چک بکن، اگر در واقع سفارش انجام شده بود اون موقع شروع کن به ارسال پیغام توی تلگرام. پس در واقع من تو مرحله اول میخوام اون تریگر رو خودم مشخص کنم. میام اینجا آوتلوک رو سرچ میکنم، این بالا آوتلوک رو براتون میاره. زمانی که آوتلوک رو میاره میگه خب از آوتلوک چه چیزی میخوای، تریگرت رو چی باشه. روی واچ مسیج باشه که دقیقاً همین چیزی که ما میخوایم، یعنی بیام ایمیلاتو بررسی کنم اگر شرطی بود برای کاری انجام بدم، یا اینکه بیام تو ایمیلات سرچ بکنم، یا یک ایمیل خاصی رو اصطلاحاً گت کنم، یعنی یک ایمیل رو بخونم، یا یه ایمیل رو ارسال بکنم، یا یه ایمیل رو فوروارد بکنم. این تنظیمات زیادیه که میتونید در واقع به عنوان تریگر در نظر بگیرید. ولی موضوعی که وجود داره من میخوام بگم که بیا ایمیل منو واچ کن، اصطلاحاً ببین و اون شرطی که اگر بهت گفتم شد در واقع ارسال بکن. خب من روی واچ زمانی که میزنم یک صفحه برای شما باز میشه، یک پاپ اپی باز میشه که این بخش بالایی بعد آوتلوک خودتون رو، یوزر پسوردتون رو بزنید که اون در واقع اون پرووایدر یا اون اینتگریشن با آوتلوک شما صورت بگیره. حالا من چون این کارو انجام دادم اینجا برای من وجود داره، ولی اگر شما بخواید اد کنید روی اد میزنید، صفحه آوتلوک باز میشه، یوزرنیم و پسوردتون رو میزنید و نهایتا این به این اساین میشه. این در واقع به صورت کلی این کاری که ما الان انجام میدیم. خب ما به نوعی الان آوتلوک رو اضافه کردیم و در اصطلاحاً واچ میکنه. موضوعی که وجود داره میگه که از چه زمانی در واقع این کار رو انجام بدم. ایمیل هایی که در واقع میخوام واچ بکنم از الان شروع بکنم، یعنی ایمیل هایی که از الان به بعد داره میاد، یا یک تاریخ خاص، یعنی یک اسپسیفیک دیتی رو من چک بکنم توی اون تاریخ، یا همه ایمیل ها ما در واقع بیام چک بکنم، چه اونایی که از قبل بوده، چه ایمیلی که از الان داره میاد، یا اینکه به صورت مانیوالی یه تاریخ خاصی رو بخوام بهش بگم. من میگم خب ایمیل گذشته رو ما باش کار نداریم، از الان به بعد هر چی ایمیل برام اومد اگر سفارش بود تو برای من توی تلگرام ارسال کن. خب روی همون گزینه اول میذاریم و سیو رو میذاریم. خب خیلی ساده ما این تریگر اولیه‌مون رو ساختیم.
حالا در واقع میخوام بگیم که اون شرط ما چه چیزی خواهد بود. من برای ادامه در واقع یه دونه تولز دیگه استفاده میکنم برای تلگرام. میگم تلگرام من رو هم در اینجا اد کن و توی تلگرام میخوام در واقع یک پیغامی رو سند کنه. این هم در واقع مثل آوتلوک گزینه مختلفی داره. من میگم در واقع میخوام یک پیغامی رو در تلگرام برام بفرستی. خب اینم در واقع شد موضوع دوم ما که من حالا این رو میبندم. این در واقع پس شد بررسی ایمیل و ارسال پیغام توی تلگرام. شرطی که میخوایم براش بذاریم روی این خط در واقع کانکشنی که بین نود 1 و نود 2 وجود داره. زمانی که روی این کلیک بکنید میتونید شرطتون رو بذارید. خب شرطمون رو مشخص میکنیم. من به عنوان مثال میذارم شرطم به عنوان پیمنت مثلا کاندیشن، یه اسمی که حالا هر چیزی میتونه باشه. موضوع اصلی که میخوام در واقع شرط اصلی ما رو ایمیلام باشه توی اینجاست. میگه کاندیشن رو روی چی بذارم؟ من میخوام بگم که هر موقع به عنوان مثال توی عنوان ایمیلی که برای من بررسی کردی و دریافت کردم اگر کلمه آنلاین پیمنت بود یا مثلا پیمنت بود یا هر چیزی که شما دوست دارید، مثلا فارسی بنویسید سفارش یا هر چیزی که بود، اون ایمیلیه که در واقع یک پرداختی برای من انگار صورت گرفته. پس اونها رو برای من اصطلاحاً فیلتر کن. خب خیلی راحت در واقع شما میید اینجا همه موضوعاتی که میتونید با در واقع توی آوتلوک در اختیارتون میذاره، مثل سابجکتش، مثل بادی، مثل ارسال کنندش یا هر اون چیزی که هست. من اینجا میگم در واقع سابجکت رو انتخاب میکنم، خودش در واقع اینجا برای شما میاره. حالا میگه که این سابجکتی که در واقع ایمیلتون هست چه شرطی داشته باشه. میتونید بگید ایکوال باشه، یعنی دقیقاً مساوی باشه با این مقداری که شما میخواید باشه، یا در واقع میخواید اگزیست باشه یعنی شاملش باشه. بهترین گزینه‌ای که میتونید براش استفاده بکنید گزینه کانتینه. زمانی که شما کانتینر بزنید در واقع میخواید بگید که هر موقع توی سابجکت ایمیلی که من دریافت کردم کانتین یعنی شامل این ولیویی که اینجا بود، این نشان دهنده اونی که من میخوام. من میگم مینویسم اینجا، میگم هر موقع تو کلمه آنلاین پیمنت رو در عنوان مقاله من دیدی، تریگر من ماشاش چکونده میشه. یعنی من الان اون ایمیل مد نظر خودم رو دریافت کردم. روی گزینه سیو کلیک میکنید. پس در واقع ما شرطمون الان اینجا قرار دادیم. خب ببینید من تو اینجا ویدیو یه نکته رو میخوام به شما بگم. موضوعی که وجود داره، ما داریم در واقع ایمیل هامون رو بررسی میکنیم که از طریق ایمیلمون اگر سفارشی اومد بتونیم اون رو رصدش بکنیم. اما من در ویدیو بعدی حتما به شما میگم که ما امکانات خیلی جذاب‌تری میتونیم داشته باشیم. شما ممکنه اصلا ایمیل براتون دریافت نشه، میتونید متصل بشید مستقیما به دیتابیس وبسایتمون. یعنی اگر از ای کامرس وردپرس استفاده میکنید یا یک فروشگاه در واقع آنلاین شخصی برای خودتون دارید، میتونید مستقیما وصل بشین از طریق API به دیتابیس شما و زمانی که سفارش ثبت میشه و اونو بیایم در واقع از طریق تلگرام ارسال بکنیم. اینو لازم دونستم به شما بگم اینها در واقع یک سری کانسپت‌های اولیه و نمونه‌های کوچیک برای آموزش مک.com ولی در آینده حتما در ویدیوی بعدی خیلی کار خفن‌تری رو با هم دیگه انجام بدیم. خب بریم ادامه کار. میخوام ارسال بکنیم حالا این ایمیلمون رو به تلگراممون. میریم مرحله بعدی ما تلگراممون رو در اینجا اضافه کردیم. تلگرام باید یه سری تنظیماتی داره که باید متصل بشه به اکانت تلگرام شما که بتونه از طریق تلگرام شما برای اون شخصی یا برای خودتون یا برای هر کسی که مد نظرتون هست یک پیغامی رو ارسال بکنه. خب مثل آوتلوک این بالای سیستم کانکشن داره که در واقع باید شما اضافه بکنید. زمانی که روی دکمه اد بزنید یه دونه اسم براش میذارید. خب مثلا پیش‌فرض گذاشته تلگرام بات کانکشن که یه اسم پیش‌فرض واسه کانکشنی که مهم نیست. بعد یه توکن از شما میخواد. من اینجا واسه اینکه کار کامل بشه میرم روی تلگرام و نحوه ساختن توکن رو هم به شما میگم. شما باید یک توکن از تلگرامتون بسازید و اون توکن از اکانت شما متصل میشه به در واقع make.com و از طریق اون توکن شما میتونه برای شما یا برای هر کسی یا هر گروهی یا هر چیزی که تو تلگرام باشه پیغام ارسال بکنه. خب میریم سراغ ساختن این توکن. برای ساختن این توکن میرید روی تلگرامتون، یه باتی هست به اسم باتفادر. زمانی که باتفادر رو توی سرچتون بررسی میکنید وارد یه صفحه این شکلی میشه. خب یه گزینه داره به اسم، خب اینجا میزنید که /start. زمانی که /start رو میزنید همه تنظیمات بات رو برای شما میاره و ما میخوایم در واقع توی اینجا یک بات جدید بسازیم. توی گزینه‌ای که هست نیو بات میزنید، میگه یک اسمی رو واسه بات خودت در واقع انتخاب بکن. من میگم که مثلا اسم بات ها میذارم make automation bot. بعد میگه که یه دونه یوزر نیم انتخاب بکن که منطقاً آخر اسم یوزر نیمت بات باشه. من میگم که خب دوباره اسمشو میذارم make automation underline bot. اینا میذارم یوزر نیم در واقع باتی که میخوام و الان داره میگه که این وجود داره. خب من عوضش میکنم، اسمو میذارم مثلا make automation
میشن آندرلاین مثلا میلاد، حالا اسمی میذارم که به اون گیرم نده و بات، آخرش هم میذارم بات. اینو میذارم. زمانی که میذارم خب میگه با موفقیت انجام شد و این API کی رو در واقع به من داره میده، این توکن رو داره به من میده. این همون توکنی هستش که در واقع ما توی make.com نیاز داریم. خب اینو کپی میکنیم، یه تنظیمات دیگه البته اینجا داره، حالا من برمیگردم اینجا و اینو به عنوان توکنمون توی اینجا وارد میکنم و این میشه در واقع توکن ما و این در واقع ثبت شد. پس اتصال در واقع به تلگرام صورت گرفت. حالا موضوعی که وجود داره میگه که پیغامی که میخوای بفرستی به چه کسی میخوای بفرستی. من برای مثال میخوام به خودم بفرستم، ولی شما میتونید به آیدی یک نفر دیگه بفرستید، میتونید به گروه تلگرامی بفرستید یا هر چیزی که هست. چت آیدی رو در واقع چطوری بگیریم؟ این در واقع چت آیدی خودم رو چطوری بگیرم که بگم به خودم در واقع پیغام تلگرام رو بفرست. توی این نوتپد یه دونه URL وجود داره برای تلگرام، من اینو به شما نشون میدم. از طریق این API تلگرام میتونید چت آیدی خودتون رو به دست بیارید. این خب فرمتش وجود داره، خیلی راحت. اینجا یه دونه جای توکن داره که همون توکنی که توی تلگرام ساختن رو کافیه پیستش بکنید اینجا. این URL رو کلا کپی کنید، توی یک تب دیگه باز بکنید و توی خروجی که در واقع شما داره میاره میگه که خب این اوکی هستش. خب برای اینکه ما بتونیم چت آیدی خودمون رو بگیریم، میریم در واقع تو رباتی که داشتیم، بعد یه دونه پیغام بهش بدیم که این ربات استارت بشه یا فعال بشه. روی این رباتی که در واقع داریم یه پیغام های من مجددا میفرستم. زمانی که این های رو میفرستید مجددا میایم این URL رو فعال میکنیم و خب چت آیدی اون وجود داره. گزینه چت داره اینجا، یه دونه آیدی هم داره. شما روی این چت آیدی رو میتونید بردارید، بیایید در واقع توی این تلگرامی که دارید و اینجا پیستش بکنید. و خیلی راحت ما الان در واقع چت آیدیمون رو هم داریم. این با الان کانکشنمون رو بس کردیم و حالا باید تکست خودمون رو بسازیم. میگه حالا پیغامی که میخوای بدی چه پیغامی میخواد باشه، در چه قالبی باشه. من میخوام بگم که ایمیل در واقع کسی که در واقع برای من ارسال کرده اون ایمیلش رو به من بده که ببینم از طریق چه کسی انجام شده و متن ایمیل رو هم مثلا برای من توی تلگرام برای من بفرست. خب خیلی راحته. اینجا در واقع همه چی درگ اند دراپیه. شما میتونید بیاید پایین خیلی راحت و بگید که مثلا توی سندرامون ایمیل ادرسی که بوده مثلا اون ادرسش رو همون آدرس ایمیلش رو واسه بفرست. خب شما میتونید بیاید قبلش میتونید بنویسید که مثلا ایمیل فرام، خیلی راحت دو نقطه بذارید، بگید مثلا از این بوده، بعد بیاید پایین تر، بعد بیاید بگید که مثلا ایمیل دیسکریپشن، اینم در واقع ایمیل دیسکریپشنمون که میتونیم بریم اینجا انتخاب بکنیم از بادیمون کانتنتش رو بردارید بذارید اینجا. خیلی راحت. ما در واقع اومدیم گفتیم که بیا در واقع به این آیدی تلگرام که برای خودم هست یه دونه در واقع پیغام بفرست و بگو ایمیل چی بوده. خب دکمه سیو رو میزنید و نهایتا الان در واقع این کار ما انجام شد. خب دکمه سیو رو هم میزنیم که سیو و موفقیت انجام بشه. اگر خطا داشت خب منطقاً توی مرحله بعد با ما میگفت و میریم واسه مرحله بعدی که بخوایم بدون ایمیل ارسال بکنیم. خب من میرم یه دونه ایمیل تستی برای آوتلوک خودم که اینجا ست کردم ارسال میکنم ببینم آیا برای من توی تلگرام پیغام میاد یا نه. خب میام در واقع توی جیمیل خودم یه دونه ایمیل میخوام ارسال بکنم. خب اینجا میام آوتلوک خودم مینویسم. آوتلوک من مثلا th برزی ناتسون آوتلوک بود. خب میگم اینجا من تو شرط گذاشته بودم که در واقع تو عنوانش آنلاین پیمنت باشه. خب من یه دونه ایمیل تستی میفرستم، مثلا مینویسم آنلاین پیمنت، مثلا شماره سفارشه مثلا، و توی مثلا ایمیلمون هم یه دونه متن می‌نویسم که مثلا payment done, have a good day مثلا این هست و اینو ارسال میکنم برای ایمیل خودم. خب اینجا آوتلوک من نصفه مونده. خب اوکی، دکمه سند میزنم. دکمه سند که میزنم خب یه مدت منتظر مونم که ایمیل واقعا تو آوتلوک من بیادش. زمانی که ایمیل من تو آوتلوک من اومدش کافیه شما در واقع روی این ران کلیک بکنید و میبینید که در واقع ایمیل خونده میشه و میاد در واقع از طریق تلگرام پیغام برای من ارسال میکنه. من منتظر بودم که ایمیل برای من ارسال دریافت بشه. خب رو موبایل من الان نوتیفیکیشنش اومد و زمانی که من الان روی این ران کلیک بکنم این میاد بررسی میکنه. اینجا میره به همین پایین که میبینید نوتیفیکیشنش برای من اومد. زمانی که روش بزنم روی تلگرام داره برای من عنوانش رو میاره که میگه از
from th.barzin@gmail بود. ایمیل من رو هم آورد. حالا موضوعی که وجود داره این تگ‌های HTML رو آورد، یعنی هم خود ایمیل رو آورد هم تگ‌اش رو آورد. کار خاصی نداره، شما کافیه فقط بیاید تو اینجا، تو پارامترهایی که ما گذاشتیم اینجا، موضوعی که بوده اینجا، توی این موضوعی که بوده ما کافی اینو به جای اینکه بادی کانتنت بذاریم اشتباه گذاشتیم پاکش می‌کنیم، میتونیم بادی پریویو بذاریم. زمانی که بادی پریویو بذارید دیگه اون تگ HTML براتون نمیاره و الان دکمه سیو بزنم و ایمیل مجدد بفرستم، دیگه توی تلگرام من دیگه HTML رو بر شما نمیاره. خیلی راحت میتونستیم در واقع این کار انجام بدیم و سناریوی ما با موفقیت انجام شد و تونستیم تست موفقی ازش بگیریم. خب سناریو با موفقیت انجام شد و من سعی کردم خیلی کامل به شما توضیح بدم مرحله به مرحله. حالا یه سری کاری عجیب و غریبی که در آینده میشه کرد اینه که شما در نظر بگیرید ایمیل های ثبت سفارشی که در واقع داره دریافت میشه رو ما بفرستیم واسه نیروهای فروش متفاوت. مثلا یک دسته‌بندی از فروش ما اگر پرداختش انجام شد بره واسه یه تیم فروش A، یک سری دیگر بره سراغ تیم فروش B. ما همین حال اصطلاحاً میتونیم رول بندی بکنیم و به صورت خاص پیام‌های تلگرام رو واسه نیروهای فروشمون بفرستیم. خیلی کاری عجیب غریب میتونیم بکنیم. در نظر بگیرید که اینها صرفاً با دید یک نگاه آموزشی هستش که شما این مقدار با کانسپت اولیه آشنا بشید، ولی مطمئن باشید کاری خیلی خفنی رو میتونیم با هم دیگه انجام بدیم. با من همراه باشید، بهتون قول میدم سعی کنم که بتونید این موضوعات رو خیلی خوب آموزش ببینید. حالا اگرم نتونستید در واقع بیزینسی رو راه بندازید، ولی بتونید در واقع با این آموزش‌هایی که دیدید به عنوان یک مهندس یا یک در واقع متخصص ابزار AI دغدغه بیزینس با سازمان‌های دیگه‌ای که الان خب خیلی هم زیاد هستن، حداقل دغدغه اونها رو بتونید به عنوان یک نیروی اکسپرت برطرف بکنید. اگر دوست داشتید ویدیوی من رو لایک بکنید، اگر سوالی داشتید حتما بپرسید. خیلی خوشحال میشم اگر پیج من رو سابسکرایب بکنید و به دوستان خودتون معرفی کنید. در ویدیو بعدی با من همراه باشید. میریم سراغ موضوعات پیشرفته‌تر و موضوعات خیلی جذاب‌تر. مرسی.